سلام. این هفته میخوایم یه پرونده خاک خورده رو بیرون بیاریم و خاکروبیش کنیم. پرونده انفجار در حرم امام رضا، یک جنایت حکومتی با سناریو سازی وزارتی در بیش از 2 دهه پیش که البته امروز خیلی پرده ها از روش کنار رفته. داستان برمیگرده به سال 1373 ماه خرداد که همزمان بود با ماه محرم و مراسم عاشورا. درست در روز 30 خرداد که مصادف بود با روز عاشورا و جمعیت انبوهی از مردم برای اجرای مراسم عزاداری به طور فشرده وارد حرم شده بودند، انفجار در قسمت بالای ذریح رخ میده. انفجاری جنایتکارانه که منجر به کشته شدن 26 نفر و زخمی شدن بیش از 300 نفر از زائران شد. این جنایت به قدری هولناک بود که در گام اول این ابهام پیش اومد که چه کسی میتونه دست به چنین عمل تروریستی زده باشه؟ آخه کشتن مردم عزادار توی حرم چه هدفی میتونه داشته باشه؟ مردم شروع کردن به گمان زنی که کی پشت این قضیه بوده. ولی هنوز چند ساعت نگذشته بود که در اخبار شب خود خامنه‌ای با دادن یک پیام سناریوی طراحی شده رو رونمایی کرد و گفت که انگشت اتهام باید به چه سمتی بره. منافقین کوردل و خائن نشان دادند که برای حریم مقدس اهل بیت عصمت و طهارت نیز هیچ گونه حرمتی قائل نیستند. لعنت خدا و نفرین و نفرت بندگان خدا بر آن دستهای جنایتکار و دلهای سیاه باد. بله، لعنت خدا به اون دستهای جنایتکار. اما اون دستها دستان چه کسی بود؟ روزنامه‌های رژیم، حالا اون زمان هنوز اینترنت نبود، ولی روزنامه‌های حکومتی شروع کردند به تیتر زدن. جنایت هولناک منافقین در اوج خیانت. هیئت دولت اون زمان که رفسنجانی رئیس جمهور بود اعلام کرد منافقان کوردل عزاداران حسین را به خاک و خون کشیدند. مجلس هم جنایت منافقان کوردل رو محکوم کرد. خلاصه این منافقین کوردل همچین برند خوبی بود. هر کسی که میخواست این خبر رو بده باید با این منافقین کوردل یک جمله‌ای میساخت. بعد یکم که اینجوری جو دادن سوال پیش اومد که این که شما میگید کار مجاهدین بوده سندش چیه؟ هیچی. به روباهی گفتن شاهدت کیه؟ گفتمم. فردای همون روز خبرگزاری جمهوری اسلامی سند رو کرد که مول درزش نمیرفت. تیتر زد منافقین انفجار بمب در حرم را به عهده گرفتند. چجوری؟ هیچی. یک تلفن کننده ناشناس که خود را سخنگوی گروهک تروریستی منافقین معرفی می‌کرد، در تماس با دفتر خبرگزاری جمهوری اسلامی مشهد مسئولیت انفجار در حرم مطهر حضرت رضا را به عهده گرفت. حالا خوش داره طرف میگه ناشناس بوده، ولی همین که گفت من سخنگوی مجاهدینم ازش قبول کرد. بعد زنگ زده کجا؟ نه مثلا خبرگزاری‌های بین‌المللی مثل AFP و AP، نه، زنگ زده به خود جمهوری اسلامی. الو، ما براتون بمب گذاشتیم. شما؟ من سخنگوی مجاهدینم. مرسی. یعنی همینقدر باورپذیر. بعد حالا سناریو سازی این تیکشو داشته باش. برای اینکه موضوع باورپذیرتر بشه در ادامهش نوشته این تلفن کننده که با لحن تند و ناسزاگویی ادعاهای خود را مطرح می‌کرد گفت این انفجار به انتقام خون آنچه او شهدای 30 خرداد سازمان مجاهدین اعلام می‌کرد بوده است. آها، دقت کردی؟ پس علت اینکه چرا روز 30 خرداد گذاشته بودن هم معلوم شد. چون 30 خرداد بوده پس مجاهدین. بعد دیگه شروع کردن به صحنه سازی. یه گله از بسیجی‌ها رو آوردن توی حرم که علیه مجاهدین گلو پاره کنن. بعد اصلا نذاشتن سرد بشه. فردای همون روز ولایتی که اون زمان وزیر خارجه بود همه سفرای خارجی رو صدا کرد، گفت نتایج تحقیقات ما نشون میده که این جنایت کار مجاهدین بوده. کدوم تحقیقات؟ همون تلفن ناشناس. بعد خبرگزاری فرانسه که این خبر رو مخابره میکرد گفته آقای ولایتی توضیح نداد که
چه عناصری از تحقیقات اجازه میدهد مجاهدین مجرم شناخته شوند، ولی از کلیه اعضای جامعه بین‌المللی خواستار این شد که موضعی قاطع علیه مجاهدین بگیرند. چون خبرگزاری فرانسه که روزنامه جمهوری نیست که با یک تلفن ناشناس قانع بشه، میره سراغ خود مجاهدین، میبینه مجاهدین همون لحظه اول این جنایت رو به شدیدترین وجه محکوم کردند. بعد هم تازه خواهان این شدن که یک هیئت تحقیق بره اونجا عاملان انفجار رو پیدا کنه و از قضا تاکید داشتن که حتما نمایندگان مجاهدین هم توی این هیئت باشند. و البته تقاضایی که معلومه که رژیم بهش هیچ وقت پاسخ نداد. خلاصه سناریو پردازهای اطلاعات دیدن اینجوری جواب نداره، گفتم بالاخره ما باید یک مجرمی جور کنیم دیگه، نمیشه که. رفتن سراغ همون کاری که همیشه بلد بودن، یعنی گرفتن اعترافات اجباری. این قسمت رو از کتاب تراژدی دموکراسی در ایران نوشته عمادالدین باقی از مهره‌های باند خاتمی براتون میخونم. نوشته که شامگاه 3 تیر 1373 یعنی 4 روز بعد از اون واقعه، با اعلام قبلی تلویزیون فردی در شبکه اول سیما ظاهر شد و خود را از عوامل سازمان منافقین خواند و به دخالت این سازمان نه خودش در بمبگذاری حرم اعتراف کرد. اسمش چی بود؟ علیرضا رحمانی اهل گرگان، که بعد گفته من عضو تیم عملیاتی برای بمبگذاری مشهد بودم که از عراق به ایران اعزام شدم. برای خودش گفته که من 20 ماه هست که در زندان به سر میبرم. بعد آخه تو که 20 ماه در زندان بودی پس چطوری بمب گذاشتی؟ که میگه نه من خودم نذاشتم ولی 2 سال پیش قرار بود بذارم. بعد چرا الان یه دفعه یاد افتاد؟ که گفته من در این مدت حاضر به مصاحبه تلویزیونی نبودم ولی بعد از این جنایت یک دفعه اعلام آمادگی کردم تا مصاحبه داشته باشم. خوبه؟ بله خیلی خوبه. بعد دیدن اینم کافی نیست دیگه، اینم که آخه تو زندان بوده، اینم که نمیتونسته توی اون صحنه باشه، هیچی. میرن یکی دیگر رو از زندان گیر میارن، این دفعه به اسم مهدی نحوی. ماجرای این رو از قول یکی از ماموران اطلاعاتی نظام به اسم عبدالله شهبازی براتون میخونم که اینم خودش توی نظامه ولی در جنگ باندی در 4 خرداد 1387 اینا رو گفته. میگه سعید امامی سناریویی طراحی کرد که باید این بمبگذاری رو به منافقین منتسب کرد. در نتیجه جوانی 18-19 ساله از توابین زندانی عضو فرقه مجاهدین به نام مهدی نحوی را یافتند و با وعده آزادی او را به همکاری ترغیب کردند. مهدی نحوی را به صورت فردی مجروح در اثر اصابت گلوله گیریم کردند، سپس در بیمارستان مصاحبه‌ای تصویری با وی انجام دادند و وی که گویا در آستانه مرگ بود بمبگذاری در حرم را متقبل شد. اونم فقط همین جمله رو گفته بود که به دستور سازمان مجاهدین بود و من هیچ حرفی برای گفتن ندارم. بعد با ماشین میبرنش تهران پارس که مثلا میخوان آزادش کنن. این ماجرا رو باز عمادالدین باقی در سال 87 اینطور شرح میده. گفته که افراد سعید امامی مهدی نحوی رو میبرن یکی از شلوغ‌ترین نقاط تهران که عده زیادی از مردم شاهد باشن، بعد بهش یک قبض کلت خالی میدن که مثلا میخوان فراریش بدن، میگن پیاده شو فرار کن. همین که این شروع میکنه به دویدن بهش میگن ایست ایست، بعدن که بهش شلیک میکنن و همونجا میکشنش. بعد همون شب توی اخبار گزارش پخش میکنن، میگن عامل بمبگذاری رو توی خیابون گرفتیم، چون مسلح بود و تسلیم نشد دیگه در دم کشته شد. بعد اون مصاحبه هم که ازش گرفته بودن از قبل رو هم پخش کردن که بگن که بله خودش هم که اعتراف کرده. به این ترتیب این دروغ رو بالاخره منتشر کردند و از اون به بعد تا همین الان هنوز که هنوزه سایت های حکومتی سر انفجار حرم سوزنشون روی همون منافقین کوردل گیر کرده. هنوزم برید تو سایتاشون نگاه کنید دارن از همون جملات استفاده میکنن. گروهک منافقین کوردل در حرم بمب گذاشتن، رقم زدن، انفجار حرم به دست منافقین کوردل. یا این یکیش جالبه، جمهوری اسلامی ایران منطبق بر اسناد متقن گروهک تروریستی منافقین را عامل این حادثه دانست. ولی اینکه این اسناد متقن چی هستن دیگه کسی ازش صحبتی نمیکنه. حتی اون فیلم های اعترافات مهدی نحوی و علیرضا رحمانی رو هم دیگه بعد از 2 سال پخش نکردن. یعنی اینقدر فاجعه بار بود. علت اینکه تصاویرشون رو هم الان دیگه نمیشه هیچ جایی پیدا کرد همینه. شاید حالا توی آرشیوهای خودشون داشته باشن هنوز. اما بعد از گذشت 24 سال
باز توی همین جنگ و دعوای باندیشون یکی یکی این ماجراها رو خودشون دارن بهش اعتراف میکنن. نمونه اخیرش تاجزاده بود که توی یک مناظره این ماجرا رو اینجوری لو داد. با آقای خاتمی پیشنهاد آوردن، سناریو پیشنهاد کردن، عین سناریو مشهد که 2 منافق پیدا میکنیم میاریم میگیم اینا بودن، اصلا اعتراف گیریه که بلدن، ما بودیم به هوای این داستان اونا رو اعدام میکنیم که اونها بودن، ولی قول میدیم که دیگه این اتفاق نیفته و وزارت اطلاعات پاک بشه. بله، اون چیزی که به همین سادگی بهش میگه سناریوی مشهد، همون جنایت فجیعیه که خود ولی فقیه اولین نفر اومد گفت که کار منافقین بوده. حالا الان بیش از 2 دهه خودش میاد میگه رفتن 2 منافق پیدا کردن، اعتراف گیری کردن، بعدم اعدام کردن. حالا این خودش کیه؟ این تاجزاده خودش تو دوران خاتمی معاون سیاسی وزیر کشور میشه، رئیس ستاد انتخابات بوده، اوایل انقلاب توی سپاه بوده، بازجو هم بوده. ناظر عمومی که تو زندان و مسائل این چنینی هستش و اینها، من به نظرم چون من که زندان نرفتم، شما رفتی هم به عنوان حتما بازجو و اینا، اول انقلاب خودت اونجا بودی، بند تحویلت بوده یا دوستان خودت، خدمت شما عرض کنم که یا بعداً بردنت اونجا. یعنی این تاجزاده همه اینها رو در تمام این سالیان میدونسته، ولی تازه الان داره نم پس میده. ناگفته نمونه که سایر همپالکیاش هم در سالیان گذشته به همین موضوع اشارات سربسته‌ای کرده بودند. مثلا اولین بار اکبر گنجی از مهره‌های سابق امنیتی نظام در سال 78 در مصاحبه با روزنامه آریا گفت تاریکخانه اشباحی وجود دارد که انفجار مشهد یکی از اقدامات آنان است. و همون موقع هم روزنامه رسالت نوشت اکبر گنجی انفجار بمب در حرم امام رضا را کار وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دانسته و منافقین را تبرئه کرده است. بهزاد نبوی از مشاوران آخوند خاتمی هم همون موقع در یک سخنرانی گفت ماجرای حرم امام رضا بحث دیگری دارد که من در صدد طرح آن در اینجا نیستم، چون ما نمیتوانیم برویم آب خنک بخوریم. خلاصه از این سناریو سازی ها توی این نظام کم نبوده. توی ماجرای قتل کشیش‌های مسیحی باز دوباره 3 زن آوردن که اونها هم بگن ما از مجاهدین بودیم. اون مسئول تشریفی اومد بیرون رو گفتش که من عضو سازمان مجاهدین خلق هستم. روز 13 تیر ماه بود که مسئول تشکیلاتی همین که اومد خونه من گفت که فرح باید از کشور خارج بشه، اونم به خاطر اینکه جریان کشیش میکائیلیان رو رفته و صاحبخانه خودش گزارش کرده بود. بعد هم دوباره صحنه سازی کردن، خبرنگار خارجی آوردن، 2 برشور رژه مجاهدین گذاشتن کنار یک قرآن که توش بمب بود، گفتن اینم می‌خواستن ببرن حرم حضرت معصومه که ما دستگیرشون کردیم. No. It's a prayer book. Inside the prayer book. یعنی خلاصه با همین سناریو سازی های باسمه‌ای و چند تا تصویر و چند تا اعتراف، سالیان ساله که دارن این دروغ‌ها رو پمپاژ میکنن توی جامعه. ولی ببینید کار نظام به کجا رسیده که خودشون مجبور میشن یکی یکی همه اونها رو رو کنن. حالا تازه اینا هنوز توی حکومتن. دیگه حسابشو بکنید در فردای براندازی چه ماجراهایی رو میشه. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.